ژورنالیست روس پاول زاروبین مؤلف برنامه مسکوا کرمل پوتین در شبکه تلویزیونی روسیه یکی او را خبرنگار شخصی پوتین امین اومند در نشر نوبتی برنامهش خبر داد که پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین هفته آینده از تاجیکستان بازدید میکند. در این هفته پوتین اول به دوشنبه می رود. مذاکرات گسترده با پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان هم صحبت و هم ضیافت پیش بینی شدند، خبر داد زاروبین. تفصیلات دیگر و برنامه سفر پوتین به تاجیکستان آورده نشده است. مقامات رسمی مسکو و دوشنبه تا حال درباره این سفر رسما یگان اطلاع نشر نکردند. زاروبین خبر داد که پوتین در این هفته بعد بازدید از تاجیکستان همچنین با پرزیدنت اندونزیا چوکو ویدودو مذاکرات دایر کرده، سپس برای اشتراک در نشست سران دولت‌های حوزه بحر ازر به اشخاباد می رود. این نخستین سفرهای خارجی پوتین بعد آغاز عملیات حربیش به ضد اوکراین است. پاول زاروبین یک ماه پیش در برنامه مسکوا کرمل پوتین ویدیوی نادر روز 16 می در مسکو در نشست جشنی 30 اودکبه با یکدیگر گوشکی کردن پرزیدنت‌های روسیه و تاجیکستان ولادیمیر پوتین و امامعلی رحمان را نشر کرده بود. در ثبت دیده میشد که قبل از شروع قسمت پوشیده این نشست وقتی ژورنالیستان الکی ترک تالار میکردن، امامعلی رحمان از جایش خیسته چند کاغذ در دستش پیش پوتین آمد و بالای سر او خم شده چیزی را پرسید. طوری در ویدیو دیده میشد پوتین اول از سوال پرزیدنت تاجیکستان اظهار حیرت میکند، ولی بعد او را به پیش خود بازم نزدیکتر خوانده به گوشش با آواز پست چیزی میگوید. بعد شنیدن سخنان پوتین امامعلی رحمان از بالای سر او خیسته به جای نشست خود برمیگردد. معلوم نیست که پوتین و امامعلی رحمان درباره چه گوشکی صحبت کردند، ولی پاول زاروبین تخمین میزند که موضوع خیلی مهم بود.